درود بر شما. من اومدم توی طبیعت خیلی خاص روی یه تخت سنگ با لئوی عزیزم. میخوام براتون ادامه داستان پینگ، قورباغه‌ای که به دنبال برکه‌ای میگشت با همسفرش جغد که توی قسمت قبل اون با جسارت و با ایمان و باورش تونست روی پاهاش وایسته و راه بره. بخش پنجم. زمانی که باد نمی‌وزد به صدای درختان سدر گوش کن. آنجا می‌توانی خودت را پیدا کنی. به زودی زمستان از راه رسید. بادهای شدید و سرد برگ‌های درختان آلو را روی زمین پخش کرده بود. اکنون بیشتر از 6 ماه بود که پینگ برکه زادگاهش را ترک کرده بود و راهی این سفر شده بود. اکنون در سوراخ تاریک و نمناکی در کنار کنده درختی چنباتمه زده بود. هوا سرد بود و صدای باد را که در لابلای نیهای خیزران میپیچید میشنید. اما او به این چیزها نمیاندیشید. هفته‌ها بود که ذهنش آنجا نبود، بلکه در فراسوی آن دار و درختها و صداها دل مشغول چیزهای زیبا و شگفت انگیزی بود. جغد مراقبه کردن را به او یاد داده بود و او اکنون توانسته بود ذهنش را آرام کند و افق فکری خود را دست یابد. پینگ اکنون به قورباغه دیگری تبدیل شده بود و هر روز صبح ساعتها در سکوت و آرامش درونی در درون خویش سیر می‌کرد. آن روز هم طبق معمول مشغول مراقبه کرده بود که ناگهان رویایی شگفت انگیز دید که او را غافلگیر کرد. در آن دور دست‌ها قلعه برف‌هایی سر به فلک کشیده در زیر پرتو نور خورشید می‌درخشیدند. اشعه گرم خورشید برف‌ها را آب می‌کرد و نهرها و جویبارها به درون باغ‌ها جاری می‌شدند. حتی خوشبیان‌ترین قورباغه‌ها هم قادر نبودند این چشم‌انداز زیبا را توصیف کنند. عطر شکوفه‌های مگنولیا و شکوفه‌های گیلاس که گلبرگ‌هایشان را گشوده و هوا را عطرآگین کرده بودند، رنگ‌های دلنشین عقاقیای بنفش، آزالیا و زنبق‌های غرق گل که در حاشیه خزه‌بسته برکه‌ها جا خوش کرده بودند، همه سحرانگیز بودند. پینک از این رویای درونی با شکوه خود غرق در لذت بود. صدای پرندگان، صدای شرشر آب، صدای شلپ شلپ حاصل از پریدن قورباغه‌های جوان در آب که سعی می‌کردند تا جایی که می‌توانند بلندترین پرش را داشته باشند، همگی قلب پینک را سرشار از شادی و شغف کرده بود و او با شور و شوق و اشتیاق در رویای دلنشین خود سیر و سفر می‌کرد. هنگامی که پاسی از روز گذشت، بالاخره از رویا بیرون آمد و از جغد پرسید: یعنی ممکن است در عالم واقعیت چنین جای سحرانگیز و با شکوهی وجود داشته باشد؟ جغد سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت: بله، جایی هست به اسم باغ امپراتور که از مکانهای بهشتی روی زمین است. جایی شگفت انگیز و زیبا، شبیه همان رویایی است که دیدی. اما برای رسیدن به آنجا و بهره برداری از مواهب آن باید راهی طولانی و مملو از موانع و سختی‌ها را پشت سر بگذاری. جغد افسود: اما مهمترین عامل که مانع از رفتن به آنجا می شود رودخانه آبهای خروشان است که باید برای رسیدن به باغ امپراتور از آن عبور کرد. پینک بیدرنگ پاسخ داد: اما انگار تقدیر من این است که به آنجا سفر کنم. انگار همیشه در آرزوی همچین جایی بودم. نام آن رودخانه روی نقشه ها با عنوان رودخانه سنگلاخی ثبت شده، ولی اهالی آن منطقه آن را رودخانه آبهای خروشان می‌نامند، چون طی زمان شاهد بودند کسانی که می‌خواستند از آن عبور کنند از غرش و خروش آن به وحشت افتاده بودند. امواج خروشان و صخره‌های تیز و ناهموار رودخانه بسیار هولناک و مرگ‌آفرین بودند. به همین خاطر مردم محلی برای عبور از آن رودخانه هرگز زندگی خود را به خطر نمی‌انداختند. ولی پینگ بدون هیچ وحشت و هراسی گفت: برای من اصلا فرقی نمی‌کند. تو تا حالا ندیده‌ای که من چه پرش‌های بلندی می‌توانم انجام دهم؟
فقط این رودخانه آبهای خروشان را به من نشان بده و ببین چگونه از روی آن میپرم، به طوری که حتی انگشت‌های پایم هم خیس نمی‌شود. همه استعداد و مهارت من در موقع پرش آشکار می‌شود. جغد گفت فکر احمقانه باعث می‌شود عمل احمقانه انجام بدهی. پینگ گفت منظورت رو نمی‌فهمم. جغد گفت حالا توضیح می‌دهم. ببین، استعداد چیزی است که از همان اول در وجودت هست، اما مهارت رو باید کسب کرد و یاد گرفت. من با چشم‌های خودم استعداد تو را دیدم، ولی استعداد باید با مهارت همراه شود، وگرنه کامل نخواهد بود. ممکن است استعداد درها را به روی تو بگشاید، ولی این مهارت است که به تو امکان می‌دهد از آن عبور کنی. برای به دست گرفتن اختیار و کنترل زندگی باید هم استعدادهای خود و هم مهارت‌های خود را تقویت کنی. پینگ همانجا روی زمین نشست و پلکایش را به هم زد. بعد گفت من میخواهم اختیار زندگیم را در دستهای خودم بگیرم. جغد گفت اما خواستن کافی نیست. باید وارد عمل شوی. برای اینکه اهرم زندگی خود را در دست بگیری و صاحب اختیار آن باشی، باید به طور عملی وارد میدان شوی، وگرنه این خطر وجود دارد که شرایط بیرونی بر تو غلبه کرده و برای زندگیت تعیین تکلیف کند. باشد، من آماده عمل هستم. جغد اعلام کرد پس بیا شروع کنیم. و بعد آنها با جدیت عمل را آغاز کردند. برنامه آموزش ساده و مشخص بود. هدف اولیه تقویت عضلات پینگ بود. پینگ باید عضلات بدن خود را آنقدر قوی می‌کرد که بتواند در جدال با امواج سهمگین رودخانه خروشان پیروز شود. پینگ تمرین‌های خود را بدین ترتیب برنامه‌ریزی کرد که هر روز در حالی که تکه سنگ نیم کیلویی را در مشت خود می‌گرفت، به مدت نیم ساعت خودش را وارونه از شاخه درختی آویزان نگه می‌داشت. این کار ابتدا برایش دشوار بود، ولی علیرغم اینکه دستها و پاهایش دچار گرفتگی و درد می‌شدند، به آن ادامه داد. بعد از 1 ماه پینگ می‌توانست سنگ‌های 2 کیلو نیمی را نیز در دست بگیرد و وزن آنها را تحمل کند. با وجود آنکه وقتی خود را وارونه از درخت‌ها آویزان می‌کرد سردرد می‌گرفت، ولی توانایی‌اش به جایی رسیده بود که معمولاً وقتی از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌پرید چند تا سنگ سنگین در پنجه خود داشت و مدت زیادی را وارونه از شاخه‌ها آویزان بود. پینگ برای تقویت عضلات ران پاهای خود هر روز مانند وزنه بردارها با پاهای خود کنده درختی را بلند می‌کرد، آن را به مدت 3 ساعت روی کف پاهایش در حالت تعادل نگه می‌داشت و در همان حال که به پشت زمین دراز کشیده بود آن را بالا و پایین می‌برد. برای آنکه قدرت بدنی خود را افزایش دهد هر روز 3 ساعت نیز بالا و پایین می‌پرید. ملق می‌زد، با سرعت در جهت‌های مختلف می‌پرید و می‌خواست به جایی برسد که پریدن برایش به عملی غیر ارادی تبدیل شود و این کار را بدون تمرکز و اندیشیدن انجام دهد. در حین انجام این تمرین‌ها جغد تفاوت میان استعداد ذاتی و مهارت اکتسابی را برای پینگ شرح می‌داد و برایش توضیح می‌داد که آموزش و تمرین تکنیک را به وجود می‌آورد. با آن هم به مرور تبدیل به مهارت می‌شود، به گونه‌ای که غریزی و غیر ارادی عمل خواهد کرد. آموزش و تمرین پینگ همینطور بیوقفه تا مدت 1 سال ادامه پیدا کرد. در این مدت روزها صرف تقویت جسم پینگ و شبها صرف تقویت ذهن او میشد، چون هنوز راز و رمزهای زیادی وجود داشت که پینگ باید آنها را فرا می‌گرفت. بعضی از این اسرار به جهان هستی مربوط بود، ولی بیشتر آنها به همان مکان بهشتی پینگ ارتباط داشت که در جایی از زمین خاکی قرار گرفته بود. جغد توضیح داد همیشه در عالم هستی ناشناخته‌هایی وجود دارد. بنابراین هرگز فکر نکن که می‌توانی آینده را پیش بینی کنی و آن را تحت کنترل خویش درآوری. پس زندگی آگاهانه و هدفمند یعنی شناخت خود در زمان حال. تغییر و تحول یار همیشگی توست.
و همین تغییر است که باعث بروز و ظهور قابلیت‌های بی حد و حصر همه موجودات زنده می شود. سعی کن عاقلانه و خردمندانه عمل کنی و با جهان هستی دوست شوی و از فرصت‌هایی که ثمره تغییر همیشگی اوضاع هستند به خوبی بهره برداری کنی. خودت را باید با جریان هماهنگ کنی و با آن حرکت کنی. آنگاه خواهی دید وحدت اسرارآمیزی که در قدرت آن وجود دارد تو را تحت حمایت قرار می‌دهد و تو با هستی وحدت پیدا می‌کنی. هنگامی که تغییر رخ می‌دهد و موانع و مشکلاتی بر سر راه تو قرار می‌گیرند، مانند جایی که در آن به دنیا آمدی یعنی آب باش و از خودت انعطاف پذیری نشان بده. پینگ در جواب گفت تلاش میکنم به همان چیزی تبدیل شوم که در توان من است و از عهده‌ام برمی آید. نه، به چیزی بیشتر از آن تبدیل شو. پینگ پاسخ داد نگران نباش، به کمک آموزش هایی که به من دادی حالا می توانم به وقت ضرورت برخلاف جریان آب شنا کنم. جغد با توجه به وقایع چند ماه اخیر فهمیده بود که پینگ شاگرد خوبی است، ولی به سرعت مسائل را یاد نمیگیرد. به همین دلیل سعی کرد باز هم توضیح دهد. قدرت واقعی به این معنی نیست که همیشه محکم سر جای خود بایستی و مقاومت کنی، بلکه قدرت واقعی این است که بتوانی بعضی وقتها سر تسلیم فرود بیاوری و تغییر مسیر بدهی و وارد راه جدیدی شوی. باز هم تکرار میکنم، مانند آب باش. کمتر چیزی را در طبیعت پیدا میکنی که مانند آب انعطاف پذیر و نرم و ملایم باشد، ولی همین آب در جای دیگر از چنان قدرتی برخوردار است که میتواند بر سخت‌ترین سنگ‌ها و محکم‌ترین فلزها غلبه کند و آنها را خرد و نابود کند. آب در عین حال خیلی انعطاف پذیر است و پیش و تاب می‌خورد و در طول مسیرش به راحتی تغییر جهت می‌دهد. هیچ چیزی وجود ندارد که آب از آن شکست بخورد، ولی با همه اینها در ذات او نوشته شده است که سرخم کند، تسلیم شود و راه خود را کشف کند. آب دارای این قدرت لایزال است که هر چیزی را که بر سر راهش قرار می‌گیرد تغییر می‌دهد و شکل و ساختار آن را عوض می‌کند. تو هم می‌توانی مانند او باشی. تو نیز این توانایی را داری که خردمندانه به مقابله با موانع غیر منتظره و خطرات و مشکلات بپردازی و آن را تبدیل به فرصت کرده و شکست را به پیروزی تبدیل کنی. پینگ که دیگر کمی گیج شده بود پرسید یک لحظه صبر کن ببینم، من درست نفهمیدم. تو میگویی من باید از این جریانی که تعریف میکنی پیروی کنم تا بفهمم چه کاری را باید انجام دهم و چه کاری را نباید انجام دهم؟ جغد جواب داد بله، صداهای دیگر تلاش دارند تو را به سمت چیزی که تمایل داری انجام دهی سوق دهند، اما این جریانی که گفتم تو را به سمت کاری که باید انجام بدهی هدایت می‌کند. این جریان مسیر طبیعی توست، همان نیرویی است که به تو اجازه می‌دهد تا در مقابل شک و تردیدهای ذهنی خودت و مشکلات و موانع دنیای بیرون قد علم کنی و به راه خود ادامه دهی. این جریان همان روند همیشگی جهان هستی است که هیچ ابتدا و انتهایی ندارد و همیشه وجود دارد. باید سعی کنی تا با این جریان همگام شوی، چون می‌داند به کجا می‌رود. بنابراین زندگی روزمره خود را با آن تنظیم کن و سوار بر امواج بی‌پایان آن شو. اگر از مسیر آن خارج شوی، خودت را از مواهب یک زندگی مطلوب و آرمانی محروم خواهی ساخت. برای بهره‌گیری از زندگی آگاهانه و هدفمند باید به رود سرنوشت بپیوندی و از جریان آن استفاده کنی. پینگ گفت خیلی عجیب است. گاهی احساس می‌کنم چیزهای زیادی یاد گرفتم، ولی گاهی فکر می‌کنم چیزی نیاموختم. جغد گفت وقتی به روشنگری و آگاهی واقعی میرسی همین احساس را داری. فکر کنم حالا دیگر آماده هستی که به دنبال سرنوشت خود بروی. پینگ گفت بله همینطور است. در این لحظه جغد حرکتی شگفت انگیز و غیر منتظر انجام داد
و سرش را به جلو خم کرد و با صدای آرامی گفت: به خاطر داشته باش که وقتی به راستی حضور داری و هستی که عملی انجام بدهی. بعد جغد بالهایش را باز کرد و به طرف مسیری که به رودخانه خروشان میرفت پرواز کرد. همان مسیری که کمتر کسی در آن قدم نهاده بود. پینک هم بیدرنگ به دنبالش شروع به جهیدن کرد و رفت. اکنون او در مقایسه با قورباغه چند ماه پیش برای نخستین بار وارد جنگل شده بود. خیلی داناتر و متواضع‌تر. تمام تلاشم میکنم که هر روز بهتر بتونم این اجرا رو براتون داشته باشم در طبیعت‌های زیبا. سپاسگزارم برای همراهیتون.